آقای دکتر توافلم تشریف آوردن. دستامون تو دست هم گم می شدیم تو خواب شب، دل دیوونه من هی قدماتو می شد، کوچه ها رو رد می کردیم تا خیابون بزرگ، عطر ناب تو منو تا آخر دنیا می برد. حالا تو نیستی و این کوچه صدا نمیزنه، حالا تو نیستی و بی تو دیگه کافه نیست، دیگه هیچ ستاره ای جرأت چشمک نداره، هیچ کسی مثل من از نبودنت کلافه نیست. چشمک ستاره ها رو میشمردیم یادته، واسه تنهایی شب بسته میخوردیم یادته، من مثل سایه تو واسه من مثل نفس، هر دومون برای هم دیگه میمردیم یادته. هنوز منتظرم توی کافه نادری، کنج همون میز بلوط، دوتا صندلی لهستانی، هنوز منتظرم. انجام دهید. ممنون، سپاسگزارم. سالی که خانه عروسک سال 1335 در دبیرستان ناظمیه شیراز، تمام بازیگران از آن مرداش هم علمشم دختر خانما بازی کردن. هیچ فکر نمی کردم که 50 سال بعد اگر صدا می لرزه مریضم می بشه. بتونم شاهد کار بسیار زیبایی باشم، در عین حال کار مدرن. من جز سپاس و تشکر چیزی ندارم که اهدا کنم. نمایشنامه رو، کار رو محبت کردن، هدیه کردن به من. با کمال میل تشکر.